دوستای عزیز، یه عدد خوب ببینید. بدهی دولت امریکا از 40 تریلیون دلار گذشته. 40 تریلیون دلار، در حدود 117,000 دلار برای هر امریکایی که تقریبا 300 و چند میلیون نفوس داره. اما چگونه یک کشور با چنین بدهی عظیم هنوز صاحب مهمترین ارز ذخیره جهان است؟ دلار از سال 1970 دیگر قابلیت تبدیل رسمی به مقدار مشخص از طلا را ندارد. قدرت امروز دلار از مجموعه از عوامل است: اقتصاد امریکا، بازارهای مالی، اوراق خزانه‌داری، تجارت جهانی، اعتماد به دولت امریکا و همچنین قدرت سیاسی و ژئوپلیتیکیش. ایچ است که باید امپریالیسم نیز بررسی کنیم. امریکا صدها پایگاه نظامی و تأسیسات نظامی در خارج از خاک خود دارد و طی دهه‌ها از جنگ، مداخله سیاسی، تحریم و فشار اقتصادی بر پیشبرد منافع خود استفاده کرده. در کنار از او، حمایت از حکومت‌ها و رهبران همسو با منافع امریکا نیز بخش از تاریخ سیاست خارجیش است. از نگاه انتقادی قدرت دلار را نمیتوان کاملا جدا از این ساختار قدرت جهانی بررسی کرد. اما نباید تصور کنیم که امریکا فقط پول چاپ میکنه و کشورهای دیگر بدون هیچ دلیل اقتصادی مجبور به پذیرش هستند. دلار به این دلیل قدرتمند است که بخش بزرگ از تجارت، ذخایر ارزی و بازارهای مالی جهان طی دهه‌ها بر محورش شکل گرفته. و چه کسای بیشترین منفعت میبرند از این ساختار؟ فقط گروه خاص از میلیاردرها، بانک‌هایی که مالک کشور هستند، شرکت‌های چند ملیتی که باز هم مالک مردم کشور هستند و صاحبان سرمایه که در نظام موجود قدرت اقتصادی فوق‌العاده به دست آوردند. برای بخش از ساختار قدرت، جان مردم اصلا اهمیت نداره وقتی که پای پولشان سیاست و منافع ژئوپلیتیکشان در میان باشد. کشورهای ما تبدیل شده به رقابت. منابع ما موضوع معامله است. تحریم و فشار اقتصادی بر زندگی مردم معادی اثرش بسیار زیاد و جنگایی که سیاستمداران آغاز میکنن هزینهشان ما مردم میپردازیم. سلطه نیز همیشه با سرباز و تانک صورت نمیگیره. گاهی با فشار اقتصادی و تحریم است. گاهی با حمایت از رهبران فاسد و وابسته و حکومت‌های دیکتاتور مثل که فعلا داریم. گاهی با معامله با حکومت‌ها و گروه‌ها که بر منافع ژئوپلیتیکش مفید باشه و گاهی هم مستقیما با قدرت نظامی. البته طالبان محترم هم یکی از پروژه هایشان است و نقش امریکا در بک‌گراندشان از شروع بسیار جدی است تا فعلا و در 20 سال جنگ کردن طالب در ضد حکومت و مذاکرات دوحه، توافق مستقیم با طالبان، خروج در سال 2021. هدف امپریالیسم امریکایی فقط داشتن یک پرچم یا بیرق در خاک دیگران نیست. نفوذ در اقتصاد، سیاست و تصمیم گیری های کشورهای دیگر شکل از قدرت امریکایی است. آرزوی من است که روز سلطه رژیم امریکا و دیگر قدرت های امپریالیستی کاهش پیدا کنه. دلار تنها یکی از ارزهای جهان باشه و هیچ کشور نتونه به دلیل قدرت پول، اردو، ارتش، تحریم و نفوذ سیاسی خود ملت‌های دیگر را وابسته نگه داره و مردم بیچاره. روزی که نه امپریالیست‌ها، نه گروه‌های کوچک از میلیاردرها، نه صاحبان بانک‌ها و سرمایه بتانه بر افزایش قدرت خود سرنوشت ملت‌های دیگر بازیچه قرار بدن. مثل ملت ما، کشورهای ما ملک آنها نیست، منابع ما مال پدرشان نیست و جان مردم ما و آینده زنان ما نباید بهای قدرت و ثروت این امپریالیست‌ها باشه.